به ایران مال از دور نگاه میکنی، از خودت میپرسی چرا بزرگترین مرکز تجاری جهان وسط بیابون ساختن؟ بین مغازه‌های خالی و بهره برداری نشدهش قدم میزنی و با شگفتی به این سوال فکر میکنی که چرا تو عصر اینترنت، دیجیکالا، آمازون که دونه بدون مغازه‌های فیزیکی دارن از کار بیکار میشن، یه نفر باید بیاد و بزرگترین مال تجاری دنیا رو بسازه. چون جواب اصلا درباره ایران مال نیست، جواب شعاع 10 کیلومتری ایران ماله، یعنی منطقه 22 تهران. برای اینکه داستان ایران مالا بهتر درک کنید، بهتره یه نگاهی به استراتژی استارباکس داشته باشیم. استارباکس بزرگترین کافی شاپ زنجیره‌ای در دنیاست. بیشتر مردم فکر میکنن بزرگترین درآمد استارباکس از فروش قهوه و خدماته، در حالی که کسب و کار اصلی استارباکس املاکه. استارباکس قبل از اینکه شعبه جدیدی در یک منطقه احداث کنه، تمام املاک به شعاع نیم کیلومتری اون شعبه را خریداری میکنه، چون که اعتقاد داره بعد از احداث شعبه جدید ارزش ملک اطراف اون شعبه حداقل 2 تا 3 برابر افزایش پیدا میکنه و سود اصلی استارباکس از فروش این ملکاست. به این نمودارها نگاه کنید. این نمودارها میزان تغییرات قیمت مسکن توی مناطق 22 گانه تهران از مرداد ماه 98 نسبت به شهریور 99 داره به درصد نشون